برخی از یوتیوبرها واقعا کانال‌های قوی از لحاظ بازدید و درآمد دارند که مطابق با قوانین ادسنس و یوتیوب، مثل کانال‌های زندگی روستایی و کانال‌هایی که ایده و اجرا رو بیشتر از محیط‌های طبیعی می‌گیرند یا خود یوتیوبر در ویدیو هست و معمولاً به ندرت مشکلی براشون پیش میاد. به این خاطر قصد داریم که یه سری از اکانت‌های ادسنس خودمون رو به صورت کاملاً اختصاصی برای این گروه از یوتیوبرها ارائه بدیم که در ادامه درباره‌اش توضیح میدم. اکانت ادسنس اختصاصی چیه؟ به اکانتی گفته میشه که کانال یا کانال‌های مربوط به یک یوتیوبر، مربوط به یک نفر در داخل اون اکانت قرار میگیره. از کجا بدونیم اختصاصیه؟ مثلا من به شما میگم این اکانت اختصاصی خود شماست، اما چون اسم کانال، لینک کانال داخل ادسنس نیست، شما متوجه نمیشید که آیا واقعا اختصاصی هست یا نه. تنها روشش اینه که وقتی درآمد شما واریز شد، باید درآمدی که در پنل ادسنس نمایش داده میشه با مقدار درآمدی که در یوتیوب نمایش داده میشه یکی باشه یا نزدیک به هم باشن. حداقل درآمد کانالمون باید چقدر باشه که بتونیم اکانت اختصاصی بگیریم؟ ببینید من رقم دقیق نمیگم، چون ممکنه زمانی که شما این ویدیو رو میبینید شرایط تغییر کرده باشه. میتونید از طریق پشتیبانی واتساپ بپرسید. مشخصات اکانت های ادسنس اختصاصی چیه؟ ببینید تمام اکانت های اختصاصی ما تو اروپا هستند، واحد پرداختی یورو یا پونده و با تضمین 100% وریفای ارائه میشن که با مشخصات شخصی یک نفر واقعی ایجاد شدن. آیا یوتیوبر دسترسی به اکانت ادسنس داره یا نه؟ کلاً وقتی کانال به ادسنس وصل میشه هیچ گونه تغییری در ادسنس داده نمیشه. فقط زمانی که درآمد واریز میشه مشخص میشه که اونم میتونیم ایمیل شما رو بدیم که در اولین باری که درآمد واریز شد شما مطلع بشید. یعنی هیچ نیازی ندارید که شما هر روز لاگین کنید، فقط ماهی یک بار که اونم در اصل نیاز نیست که داخل پنل ادسنس لاگینی انجام بشه، چون وقتی درآمد واریز بشه به طور اتومات وارد حساب بانکی ما میشه که ما هم اون رو به شما اطلاع میدیم. در هر صورت میتونیم ایمیل شما رو به پنل ادسنس اضافه کنیم که شما مطلع بشید درآمد این ماه پرداخت شده. چه ایده هایی رو قبول میکنیم؟ در این مورد هم نمیتونم اسم ایده خاصی یا موضوع کانال خاصی رو بگم. در هر صورت باید کانالتون بررسی بشه که گفتم بازم از طریق پشتیبانی واتساپ یا از طریق سایت مدیر ادسنس برای ما بفرستید. و اما مورد آخر هزینه. کانال شما در اکانت ادسنس بهترین MCN دنیا هم قرار بگیره، باز همون MCN نمیاد به شما تضمین بده که کانالتون به خاطر اشتباه یک کانال یا کانال‌های دیگه بسته نمیشه. اما در اکانت های ادسنس اختصاصی هر خطایی اتفاق بیفته مسئولیتش با خودتونه و هیچ وقت قربانی اشتباه یک نفر دیگه یا کانال های دیگه نمیشید که این بزرگترین مزیت این اکانت هاست و کاملا منطقی یک هزینه اولیه بابت خرید امتیاز این اکانت ها باشه. اگر برای یوتیوب برنامه طولانی مدت دارید، این بهترین فرصته که میتونید برای کانالتون یک اکانت اختصاصی ادسنس تهیه کنید. ممکنه زمانی که شما این ویدیو رو میبینید شرایط و قوانین ارائه اکانت های اختصاصی ادسنس تغییر کرده باشه یا سوالی در این رابطه داشته باشید که میتونید زیر همین ویدیو کامنت کنید یا از طریق پشتیبانی واتساپ و یا سایت مدیر ادسنس پیگیر باشید. موفق و مؤید باشید.